یه تله مرگ بزرگ ساختم و تازه این فقط یکی از تله هاییه که ساختیم. در ازای هر تله‌ای که این شرکت کننده بتونه رد کنه $100,000 گیرش میاد. ولی اگه حتی یه تله رو هم ببازه همه چیزو از دست میده. تله اول ساده است. اون باید از قفس بیاد بیرون و از خروجی روی سقف خارج بشه قبل از اینکه دیوارا لهش کنه. مک حاضری یا نه؟ حاضرم. مطمئن؟ برو دیگه. یکم بیادبه ولی باشه. چجوری باید از اینجا بیام بیرون؟ هی مک راهنمایی میخوای؟ سقفو چک کن. مک یاد در پای $100,000 پول وسطه. فقط اینقدر مونده سیخ را بهش برسه. صندلیو چرا داری میشکنی؟ مک زود باش دیگه. منظورمو میذارم خفه جیمی. الانه که دیوارا بستشن مک زود باش. بیا دیگه. زود باش. بیا بالا. خوبه. $100,000 بردی.